رئیس جمهور تاجیکستان ماه ایون امسال به کار نیروگاه برقی آبی سبزار در ولایت بدخشان آغاز بخشید. این نیروگاه را با سرمایه‌گذاری مشترک آلمان و اتحاد اروپا ساختند. دفتر مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان درباره سرمایه‌گذاران حرف نگفت و تنها با عباره جلب سرمایه خارجی اکتفا کرد. و مثل این هر سال ده ها طرح و برنامه با سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان اجرا می شوند. مقامات اکثر وقت از آنها تنها شریکان رشد نام میبرند، اما با مردم نمیگویند که شریکان رشد کیستند و سهمشان چیست. کارشناسان به جنبه‌های گوناگون این برخورد اشاره میکنند. با فکر من سبب اساسی چنین برخورد این ایمیج سیاسی امروزه تاجیکستان است. دولت میخواهد جامعه و مردم را باور کند که خیلی خودکفا است و از سالهای 90 خیلی فرق میکند و نشان دادن حجم کمک ها شاید که با فکر حکومت بر منفعت این ایمیج سازی و در عموم کار حکومت نباشد. ما این چیز را نه فقط در نگفتن نامی دونرها میبینیم، حتی مثلا پول هایی که مهاجرین همه ساله به تاجیکستان انتقال میدهند زیاده از 4-5 سال شده است که حکومت حتی در این مسئله نیز گزارش نمیدهد. در بعضی از وبسایت های رسمی تاجیکستان رویخط شریکان رشد از آژانس همکاری بین المللی ژاپن تا نمایندگی اتحاد اروپا و بانک جهانی و بانک آسیایی رشد را فرا میگیرد. در تاجیکستان کم نیستند طرح‌هایی که در عرصه‌های گوناگون با سرمایه‌گذاری آنها به استفاده داده می‌شوند، ولی جانب تاجیکستان نه همیشه از آنها یاد می‌کند و اساساً امتیاز را به نام خودش می‌نویسد. نوریدین قرچیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت جلب سرمایه خارجی یک نوع تلاش حکومت است، اما ذکر نکردن سرمایه‌گذاران در خبرنامه و رسانه‌های دولتی هدفمندانه است. من فکر میکنم که کی بودن شریکان رشد را نه همه درک میکنن و این یک چشم‌بندی برای عوام است. آنهایی که از مناسبت‌های بین المللی و از مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی آگاه هستند میدانند که این سازمان‌های منظور اینها سازمان‌های بین المللی، بانک و دیگر تشکیلات‌های هستند که با جمهوری تاجیکستان توسط قرض‌ها، توسط گرانت‌ها، توسط کمک بشردوستانه مساعدت میکنند که لایحه‌ها عملی شوند. اصلا این یک چیز معمولی است. یعنی جلب کردن مبلغ‌های خارجی یک چیز معمولی است. فقط آنهایی که نامبر کردن سازمان‌های مددرسان را صرف نظر میکنند، گمان میکنند که تمام موفقیت‌ها از فعالیت حکومت وابستگی دارد. الهام جان یعقوبوف عضو پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است میگوید حکومت این کار را برای بالا رفتن اعتبار داخلیش انجام میدهد. این یک استراتژی اداره کنی افکار عموم در کشورهای غیر مردمی و دیکتاتوری محسوب می‌یابد. اگر سهم سازمان‌های بین المللی و کشورهای خارجی پوره و رسما ذکر شود، وابستگی اقتصاد، وابستگی نیازمندی اقتصادی آشکار می شود که اکثر کشورها به مثل تاجیکستان نمیخواد این وابستگی به جامعه آشکار شود. صرف نظر کردن از ذکر نام نهاد و سازمان‌های یاری رسان و ناچیز نشان دادن سهم آنها در حالی است که تاجیکستان استراتژی جلب سرمایه را تا سال 2040 پذیرفته است و می‌خواهد حجم آن را از 5.5 میلیارد دلار حاضره تا نزدیک به 13 میلیارد برساند.
با آمار رسمی در نیم ساله اولی سال 2025 ورود سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان زیاده از 3 میلیارد دلار را در بر گرفته است. از این شماره تقریباً 145 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. رئیس جمهور امامعلی رحمان ماهی اکتبر امسال در نشست دوشنبه اینوست 2025 گفت می‌خواهند تاجیکستان را به مکانی با اعتماد سرمایه گذاری دراز مدت تبدیل دهند. همصحبتان رادیو آزادی گفتند ناچیز نشان دادن سهم شریکان رشد و نام نبردن آنها می‌تواند در نهایت به دلسردی و کم شدن جلب سرمایه سبب گردد.